اسماعیل خالوف پناهجوی تاجیک به واسطه دادگاه توانست در گرجستان اجازه اقامت 1 ساله را به دست آورد. از این پیش خدمات مهاجرت درخواست او را مثل اکثر دیگر پناهجویان تاجیک رد کرد. اسماعیل خالوف عضو گروه 24 است و میگوید سال 2023 در پی زیاد شدن تعقیب و فشار مقامات از روسیه به گرجستان گریخت و درخواست پناهندگی کرد. 1.5 سال گذشت، جواب رد آمد. اونا گفتن با سود مراجعت کنید. امروز خدا را شکر 1-2 ساعت پیش سود ما بود، سود به منفعت ما حل شد. حالا به اسماعیل اجازه دادند تا بازنگری شدن قضیهش در کشور بماند. از سال 2011 با اهل خانواده‌اش در روسیه زندگی می‌کرد. میگوید راننده بود، حق اقامت داشت، اما سال 2015 به نقل خود او بعد از صحبت در برنامه‌های مخالفان و پیوستن به گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، با درخواست مقامات تاجیکستان در مسکو دستگیر شد. 6 ماه در بازداشت بود ولی به دوشنبه استرداد نشد. مقامات تاجیکستان به روسیه با نامه فرستادند که همین شخص رو به ما تسلیم کنید. 5 سال سود بازی همین خیلی رفتیم. ادوکات ما رو گفت که روسیه را ترک. در تاجیکستان به ضد اسماعیل خالوف پرونده باز شده است. میگوید در همکاری با سازمان و حزب‌های فعالیتشان ممنوع گمان زده است. اسماعیل خالوف که حالا در گرجستان پناه بردنش را پنهان نمی‌دارد، میگوید تلاش دارد اینجا پناهندگی بگیرد. نسبت به روسیه، نسبت به ترکیه، نسبت به دیگر جایی که بچه‌های گروه 24 هم گروه سیاسی، نه اینکه 24 سیاسی رو میدوزن میبرن و این خیلی میکنن، اینجا خیلی امن است. اما معلوم نیست گرجستان بعد درخواست او چه پاسخ می‌دهد. به گفته برخی از حامیان حقوق و تاجیکانی که در این کشور قرار دارند، برخورد مقامات گرجستان وقت‌های اخیر مخصوصاً پس از حادثه کراکوس با شهروندان تاجیکستان خوب نیست. از 5 نفری که برای پناهندگی مراجعه کردند، 3 نفرشان رد شده، 1 نفر دیگر همچون پناهنده اعتراف شده است و حالت 1 نفر دیگر هنوز در بررسی می باشد. سبب‌های رد کردن پناهندگی نیز در جواب‌های رسمی مقامات اساساً به خطر به امنیت ملی در گرجستان اشاره می شود. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که شهروندانش می توانند بدون ویزا به گرجستان سفر و 1 سال زندگی کنند، اما بعد از حمله به کراکوس راه یافتن تاجیکان به این کشور دشوار شد و برابر آمدن اکثر آنهایی که بلیط بازگشت ندارند از گرجستان بیرون کرده می شوند. ماه اپریل سال گذشته تنها از یک خط سیری که وارد تفلیس شد 10 شهروند تاجیکستان را پس گرداندند. موقع رسمی مقامات تاجیکستان و گرجستان در این مسئله معلوم نیست.